سرخط خبرها. هشدار کمیته حالتهای فوق‌العاده از برف و باران در تاجیکستان. روبل به طور رکوردی پایین رفت و ویزا میان تاجیکستان و مالدیو بیکار شد. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 28 نوامبر. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر می‌دهد که شروع از فردا 29 نوامبر در تاجیکستان باران‌های پرشدت و در بعضی مناطق باریدن برف در نظر است. این کمیته از خطر آمدن سیل، ریزش سنگ و لغزش ترمه هشدار می‌دهد. در رابطه با این کمیته بار دیگر به ساکنان و مهمانان کشور مراجعت کرده توصیه داده است که در این روزها از رفتن به ساحل آبها، خط‌سرهای سیاحی و سیر و گشت‌ها به مناطق کوهی خودداری کنند. ارزش روبل روسیه نسبت سومانی به طور رکوردی پایین رفته به 9 سال پیش برابر شده است. بانک ملی تاجیکستان صبح امروز قرب 1000 روبل روسی را 96 سومانی و 33 درم مقرر کرده است. این در حالی است که در بعضی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل با 95 سومانی هم عوض کرده می شود. روبل روسیه از اول همین سال ارزش خود را نسبت به پول ملی 46 سومانی یا 32% از دست داده است. ارزش روبل برای اکثر ساکنان مهم است چون نزدیکانشان از روسیه اساساً پول روسی می‌فرستند. از این بابت شهروندان تاجیکستان می‌توانند برای 30 روز بدون روادید یا ویزا به مالدیو سفر کنند. سازشنامه بیکار شدن طلبات روادید بین حکومت تاجیکستان و مالدیو در شهر نیویورک آمریکا روز 26 نوامبر به امضا رسید. وزارت کار خارجه تاجیکستان خبر داده است که منبع شهروندان دو کشور از طلبات روادید هنگام وارد، خارج، عبور و موقتا بود و باش در حدود یکی از طرفها به مدت 30 روز آزاد می باشند. سند مذکور بعد انجام رسمیات دولتی دو کشور مورد عمل قرار می گیرد. مالدیو از 1196 جزیره عبارت بوده در اقیانوس هند جایگیر است و چون کشور سیاحی شناخته شده است. بعد نشر نوار رقص قدم قربان سراینده تاجیک با رقاصه انسامبل پدیده کارمندان وزارت کارهای داخلی او را دعوت کرده برای تکرار نشدن این حالت برایش آگاهی رسمی دادند. در این باره وزارت در صفحه تلگرام خود خبر داده است. چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نوار رقص‌های به گفته مقامات غیر اخلاقی قدم قربان چرخ می‌زند که واکنش و خشم کاربران به وجود آورد. قدم قربان در اظهارات ویدیویی خود برای این کارش از تمام مردم تاجیک عذر خواسته شرح داده است که در حالت مدهوشی از دایره آداب و اخلاق بیرون برآمده است. به گفته او این حادثه ماه اکتبر سال 2022 اتفاق افتاده است. قدم قربان از دیگر صنعتکاران خواهش کرده است که به این گونه کارها دست نزنند. قدم قربان از جمله سرایندگان است که برای سرودهایش پیوسته تنقید می شود. وزارت کارهای داخلی طی چند هفته اخیر از بازداشت چندین نفر که به گفتهشان به طلبندگی مشغول بودند خبر داد. به گفته مقامات این بازداشت شده ها که سالم بودند خود را معیوب وانمود کرده از ساکنان پول طلب می کردند. ساکنان می گویند سالهای اخیر شماره طلبنده هایی که جوانند بیشتر به نظر می رسد. در بخش نظرسنجی این دفعه رادیو آزادی از ساکنان پرسید که آیا مردم حاضرند به طلبنده ها پول دهند و آنها اساساً به کیها پول می دهند؟ پاسخها را یکجا می بینیم. همین طلبنده زیدم قوت کاری دارم برام کار کنند مثال ولی الحمدلله پری کار است اینجا یک کار کنند چی در ساختمانو هستای چی بازارو دا هستای چه من طالباندگی دا با مفت شریعت هم درست نیستای با همین دنیایی هم که کوی کار داشتن خیلی بو یکی عذر دارن پوش نیست دستش نیست یک عذر دارن بگیم این دیولت خوب بوده مایلش دیگه که سولی مای یک کاری است کنی زاوری فابریکا کنی کاری بور آدما نمیان مدت چرا میگیرن مسئولات را میروند چکش میتن اون وایش میتن بخاطرش دستون میمونه و نمیمونه ای کارخود ای سالخوز میان بیچاره ماشین پولی میتن فرزنددار کودکدار اینا بچه‌م بخی شرایطی کار و بار نیست بچه‌م مجبور میشن به طلبندگی میکنن طلبندگی نکنه یاش باشه کار کنه کار خوبه طلبندگی نکنه کار بکنه کار هسته وطن من آباد خدا را شکر سرکار شکر چی کرده نمی امکانیت کار کردن نداره برای همه ما برای ثواب میتیم همه این ولی داده باشه
یوشا که میتونه کار کرده کار هست کار بیا و کار کنه خودشون آباد کنه روزگارشون آباد کنه بخیالم که اگر هم طالبندگی در یک جا برن کار کنن قوتشون هستش کرونه خودو مثال میتونن که برن کار کنن سون به دست بیارن او بهوده ای که میرن گردن کج میکنن میطلبن خودشون یک رنگی و تست سوگوری میشود باید که کار کنن مهنت کنن جوانو نباید که به طلبن تربیه بگیرن یک مثال نشید مثال نمیتونن عهده نمیبرن یک کس مسئولیت بگیرن که همو را به یگون کار مثال بوده یردم کنیم در یگون جا بریم با امو را به کار تامین کنیم شخصا خودم نگم مثال بودن کم تصمیم سال شفتگی کرونسول مسافر در امو دا خیلی یشوز دا ما به کافجاگی هم مردم سیالی میکنم چون مایوب میگیره چلوک میگیره به نوو میگیره پروس هر روی آسونی فشنید من دست و بازوی ساز دارم تنشون سولی من وطن کار کنم تا اون مردک در کار نزیبا مردک و در بیرون بوشاوزم در خونه ایمسو تامینگر مرد شو میکنم مرد تامین میکنم ما پیر در میسفت دیگه کم پیر در نفقه خورده امکانیت نداره همه ده صدقه میکنه کدوم وقت میتیم دلمون میسوزه چکا کنیم یا من خیلی دویم اگر باشه زنما بسیارتر که کم مادرها را میتونم من جوانها را نمیتونم مادرها را میتونم کمپیری هستن که من همه دا میتونم اگر این باشه همه دا میتونم اگه خیلیش هم بسیاره بله چی نم خرابل دا میشنه نم قدر کاغذ بسیاره میگیره میگی تا میبینه با میگرد میگه جمعی دایم مسجد میشنه میره داوچ میشنه فریب شدن بسیاره مجبور میشوند که امی یوشا امی کارا بکنن نیست داود فابریکا این مینمی بچه خودم که این استرایکا کار میکنه دوباره پرسا خودگی ده فرزند داره سیمش خدا را شکرش آخی نه شرایط نداریم بچم 8 متر در زندگی میکنم شرایطم به حد یک پرای شوهرم دولنی زدگی های آخه ما خودم شرایطم نیست من یک جا باستو میرم که خیلی یکم دیرم باشه خیلی میتم شون در حق اوره گذشتگم اینم تری بچم هیچی دیگه من اساس که خیلی میگم که بچه جان اگه شما مثل قوت درمان داریم من امو پیدا میتم مثل پول اگر طلبنده هم باشد میبینیم که بیماره مثل دست یاری من دراز میکنم خیلی نه که نمیکنم نه که یا شده نه بیننده های عزیز شما هم میتوانید نظرهای خود را زیر این برنامه برای ما نویسید. 'بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز به خبر نمانیم. 28 ноябри соли 1943 дар Теҳрон, пойтахти Эрон, конфронси маъруфи сегонаи бузург ба кор шурӯъ кард ки чун ҳамоиши эътилофи зидди гитлерӣ маъруф аст. дар ин ҷаласаи таърихӣ раҳбарони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Бритониё Франклин Рузвелт ва Уинстон Черчилл ба раҳбари Иттиҳоди Шӯравӣ Иосиф Сталин ваъдаи кӯмак дар ҷанги зидди олмони гитлериро карданд ва ин ҳампаймонӣ барои торумор шудани фашизм дар давоми 2 соли баъд нақши калидӣ бозид. соли 1995 дар Тоҷикистон аввалин паноҳгоҳ барои занони қурбонии хушунати оилавӣ ва фарзандони онҳо таъсис шуд. маркази буҳронии Гулрухсор дар шаҳри Хуҷанд чун сарпаноҳ ва муассисаи муҳими ёрии равонию иҷтимоӣ ба кор шурӯъ кард ва баъди ин дар солҳои баъдӣ дар нуқоти дигари Тоҷикистон муассисаҳои мисли Корбони умед ва маркази Фемида дар Душанбе ва маркази буҳронии ғамхорӣ дар шаҳри Бохтар таъсис шуданд. бо афзоиши хушунати хонаводагӣ дар Тоҷикистон ба чунин марказҳо зарурат бештар эҳсос мешавад, вале камбуди маблағгузорӣ монеи он аст.
28 دکبر سال 1909 دانشمند لطف‌الله بزرگزاده تولد شده است که تنها 33 سال عمر دید ولی توانست به حیث محقق ادبیات و زبان کلاسیکی در این رشته سهم جدی گذارد. محقق آثار رودکی، ناصر خسرو، سعدی، جامی و دیگرها بوده در تهیه نمونه‌های ادبیات تاجیک چاپ سال 1940 فعالانه اشتراک کرده است. یک نقش مهمش جستجو، دریافت و دقیق کردن زادگاه و مزار استاد رودکی میباشد. بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را به 96 سومانی، 100 یورو به 1125 سومانی و 100 دلار را به 1069 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، شما نوید بامدادی رو تماشا کردید. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهبانتان.